السلام علیکم. با شما اخیرانی ما از شما خواهش داره که شما ما را یک دستگیری کنید. ما با دستگیری شما احتیاج داریم. سلام علیکم برادر جانای ما. بخشش 2 دقیقه وقتتون میگیرم برادر جانو. انا یا کمون در ترکیه قرار دارم. من 2 سال قطعا یک کار کردگیم. یک کرم هم میشناسم. یک کایرمی ترکیه تمامی چیز فرق نداره. لباسای، خروکای، даже аппаратایی که برای شکاتور کردن شکاتور چی میگن аппаратها هسته. همین چیزا رو هم تمامی نمودی تجهیزات، لباسای، خروکای تمامی چیزا با توجیکستان، روسیه، قزاقستان کدام دولتی نباشه ای ترکیه دستافکا میکنه. یکا در ترکیه قرار داره. از ما واتساپ، تلگرام، کانال یوتیوب همه چیزش میمونم. التماس برادرها بدرین کانالش یک دستگیری کنین، ابونه شین در کانالش. ای در کامنتاریش نامی بابا جان سلام برسونین برادر جانو. در اون ویدیو را تماشا کنین. در پناه الله. های ما در یک وضعیت هستیم، در یک پروای هستیم. امی اوغل بود، امی مرد از باری خدا ما را اینجا را سپید کرد، روز رام کرد، ما را جایگیردار کرد. تو یک چشیدن و ما از شما خواهش میکنیم حقای را این با دستگیری شما ما احتیاجمندیم که شما ما را دستگیری کنیم که امی چیز ما برسید. از شما خواهش داریم حقای را این فضای دل ما با خبر باشه. خدا برکت کنید ما را دستگیری کنید. حقای را این خواهش میکنیم. ما را دستگیری کنید. همونجا که خبردیم مادم بسیده ایدان کارگر نداریم براتون ما ایدان خواهش میکنیم که یک کنار بیدار به ما یادم کنیم و بگیریم ما این قرض و مشقه هر جو رفتن که در هر جو میتونیم موقع و هر خانه گفتیم ما بگیریم ما اینجا خواهش میکنیم که ما بگذاریم که ما میکنیم که ما را یادم کنیم سری کسی ما بگیریم ما خیلی ما را میام توی بگیریم که ما بخل میکنیم. سلام علیکم خلا جان. همین برادرای ما نوار کردیم و سون گذشت. چند قم مبلغ نوار تا امروز به دست شما رسید؟ نه 8000 بگم 400 5000 شد گرفتم. اینه 3000 5000 نالی چی ای؟ نالی چی اینا نمی جای؟ اینا دوستان عزیز 5000 سامانی نمی جای 3400 گشت در کار همو چکش نشون میدی. خلا این همو سومی سبشنده، همو سومی که بچه روی کردن، بچه مهاجر تجارت کارای در شهر دوشنبه اند و در دیگر ناحیه‌هان او برادران سمخشون. خب دوستان عزیز 3469 سوم 12 کپیگه در کارتش در عموم 8469 سوم 12 کپیگه. مقصد هزار احمد برادرها که شما قدر مادرها را دونستیم و نمی مادرها چون احتیاجمندن و همون خاطر هیچ کنه برادرها بالای اکرام ببرویند. مقصد همه قسمه یا دستگیری کنه که یک گوچسکه یک خونه برای میانکرشون بگیریم. مقصد انشالله که او مادری که مادر شما قطعشون او میگه هر نماز خونده ما شما دوامته وزی مادر او مادر کلان نیسته. خیلی مادر وقت چون وقب کم این از سومه جمشگه 8469 سومه 12 کپیک. خاله جان یکون سخن بگیم برای برادرایی که دستگیری میکنن کانال ما را و شما را دستگیری کن و مبلغ روی کردن برای بهبودیتون یکون گپ بگیم. ما همین برادرایی که ما را دستگیری میکنن در فکر ما هستند. خداوندا ما را نگه بدارد، دستی کم نبینن، خورشون نکنه. پروردگار کریم یکم در پناه خود نگهبانشون بدارد. ما از اما دایم دعای ما برای اما برادرایی که ما را دستگیری میکنن در فکر ما هم ما از اما میندارگی میکنیم. سلامت باش خلا نگره خلا جان زیغ نشه. انشالله که ما مسلمون همی برادرای انشالله که نمی یک کلبه یعنی یک خونه من باوری کامل دارم که این برادرای وطن دوست انشالله که
صاحب خونتون میکنیم انشالله با امر خداوند خلا. ما از کوفته سیم همه خیلی جای ارزون به شما را کوفته سیم خلا. برادرها خطی ما هم صحبت میشم اون همه خیلی خونه که نمی ارزونک باشه خونه نمتای برای که ارزون و کوفته سیم مهنت داریم. برادرها یا دستگیری خطون برسین. هپا جان شما یک سخن دیگه کنین همین برادرهایی که مقصد شما سلامت باش خاله جان زنده باشین زیغ نشین همه چیز برازگی پروردگار. ما باوری دارم که اینجا برادرایی که با پیدا میشن شاید یکون تو شانتای خونتون پدر کنه ان شاء الله که هستن تای برادرایی که تحت دل برادران قطعی ما هم نمتای برادر پیدا میشن شاید که هم تو زنگتون بزنه بگه که خاله جان این کلی خونه مرحمت بیا زندگی کرد. این خیلی برادرانی من داریم. دوستان عزیز کانال دستگیری میکنیم زنده و سربلند باشین. ندیدین چی نه چوت هم سپاردیم شما در سون در دستی خطون ای خاله همش خطون میگیریم همش خطون میگیریم زنده و سربلند باشین.